aka. چوکدی چو کردم aka. چی بابا یعنی گو کدستو بچی با کیه او؟ او اویلای ما یوخی میبخشی aka. بخشش و اوله شما نفهمیدم اوله شما. خب با فرقش اویلای ما اویلای دیگه کسای باید تو دیگه کنی اکا جان همین میگن کو چش دریا یکی چشم قفل. چی؟ چش دریا؟ اوه خیلی میگن. آخه همین دریا کو کفونو میروا دریا پیش میروا راستی گپ از رفتار این جوان من بسیار ناراحت شدم. البته لیکن همه این جوانهای خیلی نیستن. محمد جان لبای بابا انا بچم درخت مانو که آب داده من نگاه بین کردیم دید چقدر خوب است اینه دیدی این خرمه ها را انا نصیب باشه این خرمه ها را خود ما خانه ده میمانو قدیم میگریم خودت می بابا خال محمد بابا خال محمد محمد جان کو بچم درخت شو رازی بچه جون السلام چه کمی بابا بیا همه جایم بیا بیا کجورا خود بابا خال محمد سازی تینجی خدا تبازه زندگی سازه اولو نزن خدا را شکر بشه خدا را شکر ناز باشی ناز من خبر بگیره خوب کردیم چرا خوب کردیم حالا خونه آمدی اوه خونه آمدم همه دین همه آدم دیدن در هم بزرگ دو نیمرغ سودو کدایی اوه کدو نیمرغ دکورا نقش میدونی اخیا گفتن خودت ارزان میفروشی راست گپ همین 90 درمی هم فروختم 85 درمی هم فروختیم نه که مخته 80 درمی میتم من خودم میدونم که خودت مده ارزان میتی آخی 15 بیارم یا 20 کیلو نه 15 کیلو بیار باسای دو مرغک دارم خیلی با خلاصی با بیو بر باید تا تخمک شما خرم برام تستا کم جا برس نخواد مایل بو همین جا برس مایل هم جا میستم بیا این مسافری با برکت بوده این خرما چانی گو قباستای کی یکم کیلو خرما میدوده بوشا جورا خان اولا بالا 15 کیلو گفت جو 15 کیلو اینو آوردم 15 کیلو خرما ای چی دونی مرغ با خرما میگی کو نه من هوش با خرما را خد من خرما خرمای مرا نگاه نکن اینا گندم تبگی حالی با یه هفته با نصیب باشه بازار خرما ببرم با خرما تمیتم انا 80 درم میگفتم کو 80 درمی خوب یا کو درست اگه باقیه کورش کن حالا چای نمیخوری نامتی کلاده ما برم همین برگم من کدونا بودم کی بیشتر باز بودی بسم الله خلاص کشید دیگه جانا را بله خانه خودم بیام خودم من بیام خونه خودم بیام ارزان بتم بله بله سلام علیکم. کجورا خان چخلی؟ سازی چینجی؟ حالا سازی؟ از جو گشتی برداری؟ این هم یک کم تا دونی مرغ گرفتم چندی گرفتی دونا؟ دونی مرغ هم برای من ارزان دو چندی؟ 80 درم ایوا قیمت گرفتی 80 چه درم. قیمت؟ قیمت گرفتی؟ چه قیمت اون تو گذری ما در خونه بهردین 30 درمی دونا؟ چند درمی؟ 30 درمی؟ نرفتی اوجا گیری؟ چه 30 درمی آخی ما دا همین قسم ما کردم در خونه اکه بهردین گرفته 30 درمی؟ راست میگو آه ما بگردم برم مثلا بابا خود من 30 درمی 50 درم هم از یکی گرفته 30 درمی مال خیلی مال ما رفتم ای بابی خال محمد ای صفه ای به این صفه نخود تو هم این صفه نداشته باشم نخود تو باید 80 درم سودا کنی ای 50 درم شده ای حالی من بیام خود حالی من با سر تا برم
چاکنه تو ای سفته ای سفته چی؟ بابای خال محمدی خال داری خال محمد چاکنه داشت اینجا نرسایی همه دونه همه در خونه برای جون 30 درم تو مدام گرفتی 80 درم سودا کردی نه دونو پولی مرا باته من چه درکی فروختم کو تمام دیگه سون نهسته کن تاس سون مرا باته اوکی من نمیتی انگور خریده بود سیب خریده با که چند داشت مادا فرقش چی انگور خریدی تو پولی مرا باته نمیتی خواهی بگیری میره آقی گوش کن گفت یا فکر در سرم داد همه دونا و اینه دونا چای خونه ما بردی مرغا تدادی نه ازی ندادم همیشه در مرغا نه ندادم انا گوش کن برا تو بار همه مرغا تبوته خواهی همه مرغا که جا میدونه که چه اینا 30 درم خریدی یا 80 درم